باید دائم به حرکت ادامه داد و پیش رفت. ملت ایران این استعداد را دارد که اونقدر پیشرفت کند که بتواند در جهات گوناگون به عنوان یک الگویی در دنیا خودش رو نشان بده. چرا ما به خودمون بدبین باشیم؟ چرا با نظر تحقیر به خودمون و ملت خودمون و آینده خودمون نگاه کنیم که دشمن این را می‌خواهد به ملت ما تلقین کنه و در طول سالهای متمادی تلقین کرده است؟ اینجور باوروندند که حتما غربی، عنصر غربی پیشرو است و باید دنبال او حرکت کرد. نه، یک روزی تاریخ ما به ما نشان میده قضیه به عکس بوده است. ما در دنیا پیشرو بودیم، پیشرو در علم بودیم، پیشرو در صنعت بودیم، پیشرو در تمدن سازی بودیم، پیشرو در فرهنگ بودیم. دیگران از ما یاد میگرفتن، میآموختند. چرا امروز هم اونجور نشه؟ همت جوانان ما و نگاه اونها به مقوله پیشرفت باید اونجور باشد که ما اون آینده رو در نظر بگیریم